اذا الشمس كورت، آنگاه که خورشید در هم پیچد و خاموش گردد. و اذا النجوم انکدرت، و آنگاه که ستارگان بی فروغ شوند. و اذا الجبال سیرت، و کوهها به حرکت درآیند. و اذا العشار عطلت، و شتران آبستن رها گردند. و اذا الوحوش حشرت، آنگاه که وحوش در یک نقطه جمع گردند. و اذا البحار سجرت، آنگاه که دریاها آتش گیرند. و اذا النفوس زوجت، آنگاه که انسان با همسان خود قرین شود. و اذا الموءودة سئلت، در آن هنگام از دختران زنده به گور شده سؤال شود: بأي ذنب قتلت، به کدامین گناه کشته شدند؟ و اذا الصحف نشرت، هنگامی که نامه‌های اعمال گشوده شود. و اذا السماء کشطت، و پرده آسمان باز شود. و اذا الجحیم سعرت، و آنگاه که جهنم شعله برگردد. و اذا الجنة ازلفت، و بهشت نزدیک شود. علمت نفس ما احضرت، هر کس میفهمد که چه چیز حاضر کرده است. فلا اقسم بالخنس، قسم به ستارگانی که باز میگردند. الجوار الکنس، همانهایی که میروند و ناپدید میشوند. واللیل اذا عسعس، و قسم به شب هنگامی که پشت کند. والصبح اذا تنفس، و قسم به صبح آن هنگام که نفس زنان طلوع کند. انه لقول رسول کریم، که این قرآن کلام فرستاده گرامی جبرائیل است. ذی قوة عند ذی العرش مکین، نیرومند است و در جوار پروردگار صاحب عرش مقام والا دارد. مطاع ثم امین، در آنجا مورد اطاعت و امین است. و ما صاحبكم بمجنون، بدانید هم صحبت شما پیامبر دیوانه نیست. ولقد رآه بالافق المبین، او جبرائیل را در افق روشن دیده است. و ما هو علی الغیب بضنین، و او نسبت به آگاهی رساندن از غیب بخیل نیست. و ما هو بقول شیطان رجیم، این قرآن سخن شیطان مطرود نیست. فأین تذهبون، پس به کدام سو می روید؟ این هو الا ذکر للعالمین، قرآن فقط پندنامه‌ای است برای جهانیان. لمن شاء منکم ان یستقیم، آن هم برای هر کدام از شما که بخواهد بر راه راست و درست گام بردارد. و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. بدانید شما همان چیزی را می‌خواهید که خداوند آن پروردگار جهانیان اراده می‌کند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.